یک مذهب که نیست، یک چی اسمش میشه، یک نهله، یک فرقه مزخرف به لحاظ عقیدتی. یه مش خلوچل مسئول اینا بودن، خدا شاهده. علی محمد باب از نظر من خل بود. نوشته بود کتابهای مرا بخوانید ولو کان چاپا. عربی حرف زدنید. پدر بیاموز عربی نه چه داره نه په داره، عربی من داره. علیکم بالخط الشکسته، خط شکسته رو برید یاد بگیرید. علیکم بالخط الشکسته. تمام قواعد عربی رو فاتحش خوند. میگفتن چرا اینجوری حرف میزنن؟ میگفت قاعده اصلی حضرت بابه ایشونن. من یعنی همینو یه حرفو دارن میزنن، منتها متوجه نیستن. میگن آینه حقیقت از آسمان به زمین افتاد و شکست، هر کس تکیه‌ای برداشت و خیشتن در او دید و گمان کرد حقیقت محض است. خب اما نفهمیدیم که این یه تیکه از یک اصلیه. ما حتی روایت هایی داریم خیلی عجیب غریبه که امیرالمومنین مثلا روایت نقل شده از امیرالمومنین میفرماد انا جوپیتر فی روم. میگه اون جوپیتری که در روم الان این داستان ها براش صحبت شد، میگه انا من بودم. میگه اینها به گمان باطل رفتن به اون سمت. یعنی ببینید این ولایت اهل بیت و ولایت الله این قبلا هم عرضه شده. من در کتاب تورات به شما نشون دادم نام اهل بیت رو، سخنرانی ها. در انجیل نشون دادم. آقا محمد از اصفهان هستن. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خسته نباشید. زنده باشید ان شاء الله. شما خوب هست؟ با سلامت تشکر خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. من یه سوال داشتم، خواهید از موضوع برنامه‌تون اجازه هست چه بکنم؟ در خصوص بحث اختلافی هست؟ بله، در خصوص مباحث یه روایت هست، خواهم بپرسم ببینم این روایت اصلا هست یا نه. بله بفرمایید. بله استاد یزدانی در این مسائل هم یکی از کارشناسایی که شما دعوت میکنید آقای رائفی پور هستن، درسته؟ بعد ایشون که آقا محمد یه نکته خدمتتون عرض کنم. آقا محمد عزیز یه نکته خدمتتون عرض کنم. اگر کسی جای دیگه ادعایی رو مطرح کرده باشه انشاءالله همین موضوع رو از خودشون بپرسید. سایت دارن ایشون و سایر وسایل ارتباطی اگر روایت رو تو شبکه ولایت خونده ما جوابگو هستیم. اون روایاتی که در جای دیگه خونده ما پاسخگو نیستیم برادر گرامی. و ایشون هم کارشناس شبکه ولایت اصلا نیستن. یک بار به عنوان مهمان، چون من دسترسی به منابع ندارم. منابع اینترنت جستجو بزنید پیدا میشه. بله من میدونم چه روایتی میخواید. بله متشکرم از شما آقا محمد. به هر حال هر کسی مسئول فرمایشات خودش هست. در این خصوص ما عزیزی که اینجا تشریف داره میتونید سوال اگر هست در خصوص استاد یزدانی بپرسید و در خصوص سایر کارشناس‌ها هم اگر اینجا تشریف داشتن میتونید تماس بگیرید. به هر حال مسئول سخن خودشون در جای دیگه اگر مطلبی رو مطرح کرده باشن ایشون قطعا مطالبی رو شاید داشته باشن برای ارائه دادن به عنوان مستندات، و یا اینکه ممکن است روایتی مثلا نقل به مضمون کرده باشن برای شما و یا تعبیر عربی رو مثلا به زبان دیگه برای شما گفته باشن که ممکنه سوال به وجود اومده باشه.